و دوم دبیرستان منو با تحقیر از مدرسه انداخت بیرون، گفت برو تو هیچ چی نمیشی، گفت برو اصلا تو به درد درس خوندن نمیخوری. سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و خیلی سر حال باشید. این سری پادکست یه سری در واقع جلسه اسمشو بهتره نذاریم، یه سری گفتگوهای خیلی ساده و خودمونی پیرامون توسعه فردی و اینطوریه که 10 شب امید خدا هر شب منتشر میشه و هر شب توش در مورد یه موضوعی صحبت میکنیم، یعنی از سلسله چیزهایی که به اون کمک میکنه که آدم پولسازتری بشیم، به مدل پولسازتری از خودمون برسیم. امروز داشتم با یکی از بچه‌ها صحبت میکردم، میگفتم که دیشب تو کافه نشسته بودیم داشتیم صحبت می‌کردیم پیرامون این که واقعا این سری ضررها، یه سری اتفاقات، یه سری ضربه هایی که توی زندگی خوردیم، اینا همه لازم بوده تا به نسخه‌ای که الان هستیم تبدیل بشیم. یعنی اونها واقعا اگه نبود من هیچ وقت به نسخه‌ای که الان هستم تبدیل نمی‌شدم صادقانش. و خب اینا همه درس بوده دیگه، درس خیلی بزرگی بوده، اتفاقات بسیار بزرگ، اتفاقات خیلی متفاوت. و چه خوب میشه که اینها رو بقیه هم بشنون، چه خوب میشه که اینها رو بقیه هم بدونن، نه همشو که بخشیش رو. و به نظر من شاید من الان خیلی برام منطقی تره این صحبت که تجربه کردن تجربه بقیه اصلا کار درستی نیست، یعنی از نظر مالی اصلا کار درستی نیست. چون وقتی که بگیم از نظر شخصی طرف ممکنه بگه حالا شخص هم با شخص تو فرق میکنه، ولی وقتی استاندارد مالی روش بذاریم همه استانداردهای مالی رو سعی میکنن رعایت کنن و خب ضربه‌ای که شما میخوردی از رعایت نکردن تجربه بقیه خیلی زیاده. صادقانه شونه که بعد افطار نشسته بودم همینجوری داشتم خودم فکر میکردم، گفتم الان که ماه مبارک رمضان، هم در واقع بعد افطارها من یه ذره فرصت هم بیشتره، حالم بهتره، همین که در شرف سال جدیدیم و 1404 رو داریم پیش رومون، سالی که به نظر من توی اقتصاد ایران خیلی متفاوت از تمام سالهایی که تا الان بوده و سالیه که به نظر من اصلا تغییر دهنده است، سالی که به نظر من تکان دهنده است و خب خیلی بهتر میشد، خیلی جذابتر بود. میشستیم با هم دیگه ذره صحبت میکردیم. یادم سال اول دانشگاه داشتم یه بار من خیلی شبگردی میکردم، یعنی شبا با بچه‌ها میزدیم بیرون، حالا خیلی هم مثلا چیز نبودم، میزدیم بیرون، حرف میزدیم، راه میرفتیم، سیگار میکشیدیم، دور میکردیم، دور نه مثلا دور بد و دور خوب، مثلا چرخیدیم، پادکست گوش میکردیم. یادم اون موقع داشتم یکی از بچه‌ها میگفتم که الان که یادم میاد من اون موقع هم استدلال داشتم فکر میکردم که داشتم اینو به دوستم میگفتم که این جمله تو ذهنم موند از همون موقع که خیلی از ماها رشد نمیکنیم چون محیطمون محیط بدیه، یعنی گفتگوهای خوبی شکل نمیگیره بینمون. من هنوزم مثلا تو دفتر یهو مثلا میرم یه جایی میبینم دارن در مورد مسئله مثلا فاقد اهمیت صحبت میکنن، سعی میکنم مثلا موضوعشون رو عوض کنم یا بگم بچه‌ها لطفاً در مورد این مسئله صحبت نکنید تو رادیو. این خیلی مهمه. ما اصلا خیلی وقتا تو زندگیمون حرف خوب نمیشنویم، حرف درست نمیشنویم و این به نظر من خیلی تو مسیری که آدم داره میره خیلی تغییر دهنده است، خیلی تکان دهنده است، خیلی نقطه عطفه. چون شما تو زندگیتون هی با اتفاقات مختلف دست و پنجه نرم میکنید، هی چیزهای مختلف تو زندگیتون پیش میاد، هی مثلا چالش‌های مختلف پیش میاد. یه موقع مثلا چالش از جنس مالیه، مثلا اون روز اون دوستمون ما رو دیده بود، مثلا میگفتش که آیراد مثلا 3 میلیارد تومان مثلا رفتم دیدم از ترامپ جا موندم، بقیه ارزان فروختم، رفتم همه ارزان ملانیا خریدم، الان مثلا شده 170 میلیون تومان. یه موقع هم چالش شخصیه، آقا مثلا تو زندگی با پارتنرت دچار مشکل میشید، اصلا اتفاق بر همه میفته دیگه، اصلا اینطور نیست که مثلا اتفاق بر تو میفته، فقط برای مثلا ایکس میفته، نه برای هممون اتفاق میفته، برای منم اتفاق میفته. بعد اینا یه مدل مواجهه هایی وجود داره که این پترن ها رو اگه تو ذهنت داشته باشی خیلی بهتر میتونی با مسائل برخورد کنی، خیلی بهتر میتونی وقتی کاغذ امتحانو گذاشتن جلوت خیلی بهتر میتونی جواب بدی و این مدل جواب دادن بهتره، اصلا یهو نتیجه‌های زندگی تو رو عوض میکنه. ببین همون قدری که مثلا نمره مثلا 13 با نمره 19 توی دبستان برای ما فرق داشت، حالا ممکنه تو دانشگاه برامون فرق نداشته باشه، ولی دبستان واقعا برای هممون فرق داشت دیگه. واقعا برام مهم بود، مثلا نمره 19 مثلا تو دبستان کلاس دوم دبستان واقعا آدمو خوشحال می‌کرد. بعد خیلی نتیجه‌ام تو زندگی همینطوریه، وقتی ما بد زندگی می‌کنیم مدل زندگی کردنمون اشتباهه. چرا مدل زندگی کردنمون خیلی وقتش؟ چون مدل فکر کردنمون اشتباهه. چرا مدل فکر کردنمون اشتباهه؟ چون که نخوندیم درست، ندیدیم زیاد، سفر نرفتیم، تجربه نداریم، کار عجیب نکردیم، کار بزرگ نکردیم، بعد نتیجهش این میشه که خیلی بد با مسائل برخورد میکنیم. خب اگه این سه چیزها رو بدونیم در مورد خودمون خیلی همه چیز بهتر میشه. از اونجایی که دوباره تاکید میکنم و تکراری میکنم، ما توی در واقع رادین چند تا حالا
محصول داشتیم، چند تا دوره داشتیم که توش نشستیم در مورد اینکه چطوری بهتر باشیم هم حرف زدیم. یعنی 2 تا دوره داشتیم، یک دوره تریدر قهرمان بود، یک دوره 1%. که دوره تریدر قهرمان که به نظر من خیلیاتون دیدید، چون ما مثلا کد 2 تریدر قهرمان رایگان کردیم و یه چیزی هولوش مثلا 40,000 نفر توی تریدر قهرمان کد 2 بودن. تریدر قهرمان 1 کد 2 که پارسال عید برگزار شد و خیلی‌ها با ما همراهی کردن تو اون دوره و خیلی اتفاقای خوبی افتاد. و کلا اصلا تریدر قهرمان اینطوری بود که اولین جایی بود که من اومدم تجربه‌های زندگی شخصیمو بیان کردم در قالب سرفصل. یعنی مثلا اومدم گفتم که خب بچه‌ها مثلا تاب‌آوری اینطوریه، خلاقیت اینطوریه، مثلا چه میدونم عادت اینطوریه، جسارت اینطوریه، این اینطوریه، این اینطوریه، این اینطوریه و این خیلی به در واقع توسعه مالی افراد کمک کرد. الان دوباره همون برنامه رو دارم، یعنی میخوام بشینم برای عید توی تریدر قهرمان 2، یعنی اون تریدر قهرمان 1 تموم شد. من از تریدر قهرمان 1 تا الان رفتم یه کشور دیگه زندگی کردم، کلی تجربه بین‌المللی دارم، کلی کار کردم، کلی شکست خوردم. من این وسط پیج رادین رو از دست دادم و مثلا و نکتهش بر من اینجا بود که من بعد از پیج رادین، یعنی جایی که پیج رادین رفت، من تازه رشد مالیم شروع شد. یعنی واقعا هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم که مثلا بعد از اینکه پیج رادین رفت من رشد مالیم شروع بشه. خب همه اینا حاصل توسعه فردیه دیگه، هم حاصل توسعه فردیه، هم نتیجهشون توسعه فردیه. خب همه اینها قراره بشه تریدر قهرمان 2 با یه عالم اتفاق دیگه عید اتفاق میفته. حالا از امروز تا 10 روز هم می‌خوایم در مورد توسعه فردی صحبت کنیم که کلی اتفاق جدید و جذاب و باحال بیفته. تو این جلسه می‌خوام در مورد اینر پتانسیال صحبت کنم، یعنی اون قدرتی که همه ما در واقع توی خودمون داریم. ببینید همه ما یه سری استعداد داریم، یه سری مهارت داریم، یه سری قدرت داریم، یه شمع‌هایی توی ما روشنه، یه نوشته‌هایی توی ما وجود داره، یه قدرت‌هایی ما داریم. دیدید این توصیه می‌کنم حتما این مجموعه سری مارول رو ببینید، واقعا به نظر من خیلی خوب طراحی شده مجموعه مارول. و من یه بار یادم این 3-4 ماه پیش که دبی بودم، چون فکر میکنم 17 تا فیلم از مثلا کاپیتان آمریکا و آیرون من و نمیدونم ارزم به حضورتون حتی اسپایدرمن و بعد هالک و بعد مثلا سور و تمام اینها که اینها مثلا میشه مجموعه مارول، بعد اینفینیتی وار داره، اند آف گیم داره و اینها خیلی خیلی خوبه. یعنی حتما توصیه میکنم همتون بشینید یه دور مارول رو نگاه کنید. توی مارول که من داشتم نگاه میکردم هر کسی یه سری توانایی ها داره، هر کسی میتونه یه سری کارا بکنه که کسی دیگه نمیتونه بکنه. ما هممون زمانی که آفریده شدیم یه توانایی هایی در ما در واقع به امانت گذاشته شده که مال هر کس با کسی دیگه فرق داره. من خودم خیلی از توانایی ها رو ندارم و واقعا هم منکرش نمیشم. یعنی مثلا من بعضی وقتها از مواجه شدن نگرانم، مثلا بعضی وقتا احساس ترس میکنم، یا مثلا من خودم مثلا از اینکه جلوی بقیه مثلا بخوام جلوی 700 نفر جلوی 7000 نفر بشینم صحبت کنم خوشم نمیاد. یعنی مثلا شاید مثلا همینو بشینم جلوی دوربین حرف بزنم 100,000 نفر ببینن خیلی حالم بهتر باشه. خیلی چیزهای مختلف، من خیلی چیزها رو بلد نیستم، خیلی چیزها رو نمیتونم انجام بدم، خیلی چیزها رو میتونم انجام بدم. حالا یه نکته، اگه من به جای اینکه نگاهم به اون چیزایی باشه که میتونم انجام بدم، نتیجه‌ام چقدر فرق میکنه. اگه من نگاهم به اون چیزایی باشه که من نمیتونم انجام بدم، چقدر نتیجه‌ام فرق میکنه. دقیقاً فرق بین این که کاری که تو توشون خوبی یا میتونی توشون خوب باشی. ببین تو یه نگاه داری، تو نمیتونی زمانی که داری رانندگی میکنی به سمت چپ ماشینت هم نگاه کنی. من این اتفاق برام چندین بار افتاده. داشتم میرفتم یه چیزی سمت چپ توجهمو جلب کرده، مثلا دیدم آقا مثلا چه ماشین خوشگلی، سرمو برگردوندم سمت چپ، همینجوری داشتم نگاه میکردم، یهو دیدم که آقا دارم میخوام به ماشین جلوی. ببین اصلا امکان نداره که مثلا تو به یه نقطه‌ای نگاه کنی، به یه سری از تواناییات نگاه کنی، رو اونها متمرکز بشی، بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که تو از یه قسمت دیگه از خودت غافل میشی. میدونی مثلا چی میمونه؟ مثلا من خب تو خیلی چیزها به نظر خودم میتونم توانایی داشته باشم یا میتونم خوب باشم، مثلا مهارت‌های مالی یا مثلا مهارت‌های حوزه تکنولوژی، ولی واقعا من دل دیدن مثلا آمپول زدن رو ندارم. من هنوز که هنوزه، امروز یه ذره کسالت داشتم، رفتم دکتر گفت بهم آنفولانزا گرفتی و فلان و اینها، گفتش که مثلا برای دارو بنویسم و فلان و اینها مثلا تزریق کنی. گفتم نه، من واقعا هنوز تو این سنم با این شرایطم میترسم. و بعضی وقتا شده مثلا با دوستی رفتم، مثلا دکتر می‌خواسته به اون سرم بزنه، پرستار می‌خواسته به اون سرم بزنه، من نمیتونم نگاه کنم. یعنی سرمی که میخواد بزنه من رومو برمیگردونم، از اتاق میرم بیرون. اصلا این توانایی این که مثلا یه جسم تیزی بره توی پوسته یه نفر رو ببینم رو ندارم. خب اوکی، حالا توی این وضعیت، توی این کاندیشن، آیا
پزشکی برای من گزینه خوبیه. ببین پزشکی قطعا چیز خوبیه، پزشکی قطعا مسئله پر پتانسیلی، مسئله پر پولیه، مسئله پر استعدادی. یعنی شما بری پزشک بشی قطعا اعتبار داری، قطعا پول داری، قطعا جایگاه داری، قطعا مثلا نیستی چیزا رو داری. اما آیا برای من اون مسئله خوبه؟ ببین من با توجه به توانایی‌هام نه. ببین من آدم شهودی‌ام. من مثلا ممکنه مثلا امروز ندونم مثلا سورانا امروز بهتره یا مثلا ریپل امروز بهتره امروز، ولی اگه یه نفر ازم بپرسه آقا من 100 میلیارد پول دارم چیکار کنم، بهش میگم آقا مثلا 20 توشو بزن اینجا، 30 توشو بزن اینجا، 40 توشو بزن اینجا، 50 توشو بزن اینجا، تهش میشه. ببین من آدم درس خونی نیستم. یعنی من تو تمام مراحل زندگی موقع درس خوندن واقعا خراب کردم و اصلا دبیرستانم هم که فرار میکردم. یعنی اصلا اینطوری بودم که نمیخواستم درس بخونم، همش گوشی میبردم سر کلاس. بعد مثلا من تا اول دوم دبیرستانم دبیرستان خیلی خوب بودم تو مشهد، از این دبیرستانایی که مثلا مال بچه باهوشاست و بچه زرنگاست و اینا. حالا خدا مثلا حفظش کنه آیا اکبری و خیلی از بچه‌های مشهد احتمالاً بشناسنش. واقعا اولا که به بخت همه لگد زد، واقعا دوست دارم بگم مثلا خیلی‌ها در حقم بدی کردن نمیگم ولی اینو میگم. و دوم دبیرستان منو تحقیر از مدرسه انداخت بیرون، گفت برو تو هیچ چی نمیشی، گفت برو اصلا تو به درد درس خوندن نمیخوری. و واقعا مثلا به بابای من میگفت پسر تو ورد و ببر بیرون و بر راننده کامیون شه. در این حد مثلا منو تحقیر میکردن. اصلا اینطوری بود که مثلا معلم میومد سر کلاس، من قبلا تو دوره‌هام گفتم معلمم میومد سر کلاس، واقعا یادم مثلا فامیلش آقای قهرمان بود، معلم ریاضیمون بود، خدا حفظش کنه، برعکس شوشار هر جا که هست. چون ببینید من معتقدم شما در دوران نوجوانیتون چیزایی که تجربه میکنید تا آخر عمر تو سرتون میمونه. نه من این مثلا جلسه مثلا این نتیجه مثلا 50 جلسه تراپی که من رفتم، خب اینطوریه که آقا مثلا واقعا رفتار معلم تو دبیرستان مهمه. اگه تو معلم دبیرستان استعداد آدمی، واقعا تو مدل رفتار دقت کن. اگه مدیر مدرسه‌ای تو مدل رفتارت با بچه‌ها دقت کن. بچه‌ها رو وقتی تحقیر می‌کنی تو دبیرستان نتیجهش میشه خروجی اجتماعی. و میومد سر کلاس به من نگاه می‌کرد میگفتش که محمد پاشو شما پاشو برو از کلاس من بیرون، تو نمی‌فهمی. من می‌خوام اینجا مثلا نکته تیز توش هم بگم. بابا یعنی چی به یه نفر میگی پاشو برو بیرون؟ من می‌خوام نکته و مثلا اون جلو همکلاسی‌ها جلو 30 نفر دیگه پاشه بره بیرون. خب چیزی نمیذارن شخصیت آدم دیگه. و مثلا من بیرون کلاس میموندم، بعد زنگ تفریح میخورد، بچه‌ها همه با یه پوزخندی نگاه میکردن و اصلا مثلا یه چیز عجیبی. ایزن مثلا خیلی وقتا مثلا توی این همینجوری اتفاق افتاد دیگه. واسه من تو سوم دبیرستان به بعد اصلا سر کلاس وای نمیستادم، میرفتم بیرون، یعنی فرار میکردم. یعنی منتظر این بودم که مثلا یه بازه مثلا در مدرسه باشه از در مدرسه برم بیرون، اصلا برام مهم نبود. و بعد من دوم دبیرستان من اونجا انداختم بیرون، سوم چهارم یه جای دیگه بودم. بعد مثلا یادم مثلا 2-3 تا از امتحانامو مردود شدم، دوباره مثلا تابستون رفتم امتحان دادم، مثلا امتحان نهایی دادم. و مثلا خانواده گفتن که برو مثلا دبیرستان، الا بلا برو دبیرستان. من رفتم دبیرستان، چی شد؟ برو دانشگاه. و نمیخواستم برم دانشگاه، یعنی دوست نداشتم مثلا برم پزشک بشم. من رشتم تجربی بود، یه پسر من داشتم یه سال من بزرگتر، محمد حسین رفت دندون قبول شد دانشگاه پزشکی مشهد. من اینجوری بود خانواده که ببین تو دیگه دندون قبول نشدی پزشکی رو قبول شد. و من خودم واقعا اینطوری بودم که بابا من نمیخوام درس بخونم، مثلا این زیستو که میخونم لعنتی نمیره تو مخم. و واقعا مثلا برای من کانون ثبت نام کرده بودن آزموناشو مثلا هر 2 هفته جمعه پام شدم ساعت 7 صبح 8 صبح پام شدم میرفتم دم در سینمایی تو مشهد وای میستادم، سینما بازشه میرفتم تو سینما تا مثلا ساعت 12 که بعدش بگم بابا من آزمون بودم. یعنی بابا من واقعا پتانسیل درس خوندن رو نداشتم. این محمد حسین هنوز داره درس میخونه، مقاله مینویسه، اصلا یه چیز دیگه ها. ولی بابا من پتانسیلم یه چیز دیگه بود. من پتانسیلم آقا مثلا من کارآفرینی رو دوست داشتم، من مالی رو دوست داشتم، من فایننس رو دوست داشتم. الان مثلا تو بخوای نگاه کنی مثلا شاید من توی یه بیزنسی مثلا منتور مشاور بودم، داشتم در مورد لارج لنگویج مدل ها صحبت می‌کردیم، LLM صحبت می‌کردیم، در مورد مثلا هوش مصنوعی صحبت می‌کردیم، یا رگ صحبت می‌کردیم، در مورد مدل‌هاشون صحبت می‌کردیم، در مورد اصلا عمیق داشتیم در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کردیم. بعد رفتیم لاما رو گرفتیم، رفتیم لاما رو فورک کردیم، بردیمش مثلا تو گوگل کلاب، نمیدونم فلان، رفتیم از AWS سرور گرفتیم، رفتیم از فلان کردیم. اصلا چیزای پیچیده ها، ولی چیز پیچیده‌ای که دوستش دارم، چیز پیچیده‌ای که توش توانایی دارم، همون زیستو میذاشن جلو من نمیتونستم بخونم. خب نتیجهش چی میشه؟ اگه من میخواستم سعی کنم و 3 سال 4 سال پشت کنکور بمونم، تهش انقدر سرخورده میشدم. اولا من نمیتونستم برام پزشکی بخونم، دوما انقدر سرخورده میشدم که نتیجهش مثلا احتمالاً برام میشد مثلا چه میدونم فرار کردن از سرخوردگی، میرفتم به سمت چیزایی که میخوام فرار کنم، به سمت سرخوردگی به نابود میشدم. خیلی از ماها اینطوریم دیگه، میریم یه کارایی رو میکنیم که فرار کنیم از دردی که داریم. اوکی؟ خب
من نگاهمو عوض کردم رفتم سمت مالی. گفتم آقا چه بازار جذابیه، چه خوبه، چه جذابه، چه پرپتانسیل، و شروع کردم تو مالی کار کردن و تو مالی شدم مثلا بهترین. آقا مثلا واقعا مثلا توی حوزه خودمون خیلی بچه‌ها کمن که مثلا انقدر رفته باشن جلو. اینطوری نیست که مثلا بگیم خب مثلا پیج چند کار، انقدر رفته باشن جلو که مثلا با نفرات اصلی پروژه‌های اصلی کریپتو در ارتباط باشن. اون رو سرمایه‌گذار داشت به من میگفتش که من دارم پروژه میسازم روی تلگرام، میخوام مثلا نمیدونم فلان بسازم. من بهش گفتم ببین تلگرام یه برنامه کاملا بسته است، برعکس اینکه اسمش گذاشته دی اوپن نتورک، برنامه کاملا بسته است. یعنی اصلا اینطوری نیست که مثلا همه چیز مثلا خوب باشه. شما اونجا اگه رانت داشته باشی، ارتباطات داشته باشی، کانکشن داشته باشی، برنده‌ای. بهش گفتم ببین این مثلا چیز تون ادونچر، این مثلا نمیدونم تون مینی اپ، این مثلا تون فلان، بیا برو مثلا با اینا صحبت کن. همشون رو میشناختم. این مثلا تون نمیدونم اکوسیستم، این اکوسیستم مثلا فنلاند، این فلان. نه اینا که مثلا پروژه بسیار بزرگ اینترنشنال. مثلا فلان صرافی از نروژ مثلا برای فلان چیزش داره با من کار میکنه، فلانی داره برای فلان چیزش با من کار میکنه. خب این تجربیات مختلفه دیگه. مثلا الان که نگاه میکنم حاجی خیلی متفاوته. من فشار ذهنی رو همه رو تجربه کردم یعنی اصلا تو وقتی که تو بازار مالی داری کار میکنی اصلا خیلی همه چیز عوض میشه، خیلی همه چیز دگرگونه. و موضوع اینه که با بپذیری آقا پتانسیل تو اون چیزی که فکر میکنی نیست، تلاش نکن روش. ببین مثلا واقعا خیلی اون پتانسیل یه سری چیزا رو نداریم و خب وقتی پتانسیلش رو نداریم به نتیجه نمیرسه. در صورتی که تو همون نگاه تو اگه بکنی به سمت چیزی که پتانسیلش رو داری، یه لفظی دارن روانشناسی آمریکا به نام پتانسیال اکسپلوشن، انفجار استعدادهای شما. یعنی شما برو تو اون چیزی که میخوای، تو اون چیزی که دوست داری. من با برادرم سنش کم مثلا 15 16 سالشه، چند روز پیش رفته بودیم شام بیرون، همینجوری داشتیم صحبت می‌کردیم. بهش گفتم که علیرضا می‌خوای چیکار کنی، چیکار می‌خوای بشی؟ اینها گفتش که می‌خوام برم. صادقانه‌شو بگم گفت می‌خوام پولدار شم. گفتم که ببین پولدار شدن که کار نیست، چی کاره می‌خوای بشی؟ گفت بهش فکر نکردم. گفتم بهش فکر کن. گفت مثلا بیام تو شغل شما خوبه، مثلا شما پولدار میشید و فلان اینا. گفتم ببین نه، تو باید بری اون چیزی که دوست داری. مثلا من همین الان خیلی وقتا شده مثلا مشاوره داشتم، طرف اومده جلو من گفته به من ستاپ ترید یاد بده، بهش باهاش صحبت کردم، مثلا پتانسیلشو نداره. بهش گفتم برو خونه‌تون. من به ترید یاد نمیدم، نه تنها به ترید یاد نمیدم بلکه اصلا نمیخوام تو ترید کنی. تو پتانسیل ترید کردن نداری، تو اصلا توان ترید کردن رو نداری. ترید کردن یه توان ذهنی میخواد، تو نداری اونو. من چرا باید به اصرار کنم اونو به دست بیاری؟ خیلی همون نداریم. خب اولین گامش سلف اورننسه. یعنی اینجا شما اولین کاری که باید بکنید سلف اورننس داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اول برید نقاط قوتتون رو شناسایی کنید. آقا یکی تو مذاکره خوبه، یکی خلاقیتش خوبه، یکی حل مسئلهش خوبه، یکی قانع سازیش خوبه. و به نقاط ضعفاتون رو شناسایی کنید. آقا یکی پشت کارش کمه، یکی ایدئال گراست، یکی مثلا ضعف مدیریتی داره، یکی مدیریت زمان بلد نیست. بعدش برید فرصت‌های اطرافتون رو نگاه کنید. ببینید آقا امکاناتی که تو محیطتون وجود داره چیه؟ یه موقع امکانات تو محیطتون وجود داره، یه موقع امکانات تو اتمسفرتون وجود داره، یه موقع امکانات تو اکونومیکی اطرافتون وجود داره. مثلا کریپتوکارنسی یک فرصتی که در اکونومی اطراف شما امروز وجود داره. قطعا اونایی که 10 سال پیش اومده داشتن در مورد فرصت اقتصادی فکر می‌کردن، کریپتو جزء گزینه‌هاشون نبوده. خیلی چیزا جزء گزینه‌هاشون نبوده. ای آی جزء گزینه‌هاشون نبوده. نمیدونم فلان نبوده. شما دارید اینها رو، باید نگاه کنید. قوتاتون، ضعفاتون، فرصتاتون و تهدیدهاتون. نرخ ارز امروز تو کشور ایران تهدیده. تهدید نه برای من، نه برای حسن، نه برای سارا، نه برای میترا، برای همه. چرا برای همه؟ ببینید یه موقع تأثیر نرخ ارز در کشور میشه این که ماست 7 شده 170,000 تومان. یه موقع تأثیر نرخ ارز توی کسب و کار اینه که کارمندهایی که شما تو آفیست استخدام میکنی انگیزه کافی برای کار کردن رو ندارن. یه موقع تأثیر نرخ ارز توی جامعه اینه که وقتی میری بیرون همه پرخاشگرن. شما همینو پاشو برو دبی. من یه بار نشسته بودم با یه عزیزی خونمون تو کیری کاربر، همونجوری کنار رودخونه است نشسته بودم، میگوشه یه ساعته مثلا 1-2 صبح بود اونجا، مثلا رفته بودیم KFC و غذا خورده بودیم و پر همونجوری باد خنکی میزد، نشسته بودیم و داشتیم سیگار می‌کشیدیم و گپ می‌زدیم با نمای برج خلیفه. بعد همونجوری که داشتیم صحبت می‌کردیم، اتفاقا موضوعمون هم ایران بود و من دیدم یه دونه از این عزیزان تیک اوی داشت راه میرفت، احتمالاً مثلا این دلیوری KFC هم بود. اینطوری بود که اون بسته غذا، اون باکس KFC باکس چیزی هم بود، سطل توری هم بود، سطل بزرگ KFC بود، داشت میبرد برای مثلا یه خونه داشت دلیور می‌کرد.
و من همینجوری داشتم نگاش میکردم از وقتی که داشت نزدیک من میشد تا زمانی که داشت میرفت و من دیدم که این لبخند رو لباشه و این داره با امید به زندگی نگاه میکنه. واقعا مشهوده. مثلا من بعضی وقتا تو خیابون که راه میرم میبینم مثلا طرف خوبه، خوشگل پوشیده، ولی تو چشاش ناامیدیه، غمه، پرخاشه. اصلا واقعا مثلا رانندگی کردن تو ایران واقعا روان آدمو به هم میریزه. من ماشینم این سنسورا داره که مثلا همش داره هم میپیچن جلوی هم، ترمز میگیرن، نمیدونم بوق میزنن، فوش میدن. به این تاثیر نرخ ارز سلطان، این تاثیر مثلا آب و هوا که نیکه، اینا تاثیر نرخ ارز، اینا همه تو زندگی ما تاثیر داره. امید به آینده تو ایران کمه. تو بازارها تاثیر میذاره. آقا بازار مسکن سال دیگه اصلا چیز عجیب غریبیه. بازار خودرو یه جور دیگه است، طلا یه چیز دیگه میشه، دلار یه جای دیگه میره. همه روز زندگی ما تاثیر میذاره دیگه. اینا میشه تهدیدهای اطرافت. تو اینا رو باید بدونی که آقا مثلا این 4 تا رو اگه بدونی بعد میتونی بفهمی خب اوکی نگاهت باید کجا باشه، در میانه اینها تو نگاهت باید کجا باشه. این نکته اول. مسئله بعدی، قدم‌های ساده‌ای که اینا رو انجام بدی پتانسیل درونت رو میتونی آزاد کنی. 1. اهدافت رو شفاف در واقع مشخص کن. ما بهش میگیم clear goal setting، یعنی اهدافی که میخوای برای زندگیت داشته باشی رو شفاف مشخص کن. تو اگه اهدافی که میخوای براشون حرکت کنی، براشون گام برداری رو مشخص نکنی، هر چقدر پتانسیلت زیاد باشه، محیطت زیاد باشه، اصلا مشخص نیست. من خیلی دارم میشناسم بچه پولدار از دبستان با اسم 500 میومده در مدرسه، خونهشون مثلا زمانی که مثلا ما خونمون واقعا دارم بهت میگم مثلا ما خونمون مثلا مبل نداشتیم، بابا معتقد بود که مثلا مبل کار عیونیه، همین فرش مثلا پشتی بسته، قصر بود خونه اینا. و طرف دیگه انقدر داشت هدفی تو زندگیش نداشت. امکانات 100%، امکاناتی که مثلا همین الان ممکنه برای ما دستاورد بشه اونا. امکانات 100%، هدف 0. خب این مثلا میمونه مثلا چه میدونم تو رفتی مثلا 7000 تا جنگنده F50 خریدی، F35 خریدی، دشمن نداری. وقتی دشمن نداری میخوای هواپیما تو این همه هواپیما خریدی برای چی؟ خب میدونی چی بهت میگم؟ تا وقتی هدف نداشته باشی اصلا حرکت کردن معنی نداره. پس هدفتو مشخص کن. هدفهای کوچیک. آقا من میخوام X% درآمدمو افزایش بدم، من میخوام Y رو یاد بگیرم، من میخوام به Z برسم. اوکی؟ مسئله بعدی، میکرو هابیت برای خودت ایجاد کن. میکرو هابیت ها یا در واقع عادت های کوچیک مداوم خیلی مهمه. نه یا به خودت بگو من میخوام روزی 1 کتاب بخونم، بگو من میخوام روزی 10 دقیقه کتاب بخونم. نه یا به خودت بگو آقا من میخوام از فردا برم باشگاه، بگو آقا من تو خونه میخوام مثلا چه میدونم روزی 10 تا دراز نشست برم. دیگه ما برو، بعد که عادت کردی بعد بهش برو باشگاه. اینو ببین همیشه یادت باشه. وقتی که به خودتون وعده‌های بزرگ میدید، میخواید کار بزرگ انجام بدید، بعد اون کارا رو انجام نمیدید، تو ذهن خودتون از خودتون شکست می‌خورید. من سیگار میکشم، هیچ وقتم نخواستم ترک کنم و ترکم نمی‌کنم. من لذت میبرم ازش. یه دوستی من دارم، این تا حالا 700 بار سیگار ترک کرد، هر دفعه میکشه. دفعه آخر به من گفتش که ببین فعلا من میخوام سیگار ترک کنم، چیز کن تو هم بهم فشار بیار که در واقع من سیگار نکشم. من یادم اومد من دفعه آخری که به این گفتم سیگار نکش، تو قول دادی ترک کنی، با من دعوا کرد که آقا به تو چه، من خودم آدم کاملا میفهمم. و من بهش گفتم که ببین این کاری که داری میکنی اشتباهه، تو داری خودت شکست میدی. تو وقتی که میدونی تو یه چیزی ممکنه از خودت شکست بخوری واردش نشو. آقا مثلا من ممکنه به خودم الان قول بدم از امشب مثلا چه میدونم روزی 7 کیلومتر بدوم، روزی 1 کیلومتر بدوم، میدونم این کارو نمیکنم، من نمیدم این قولو به خودم. در صورتی که ضرری که اون قولی که شکستم به من میزنه، این به من اجازه میده دفعه بعدی هم قولمو بشکنم. در صورتی که من اگه به خودم قول ندم ولی یه بار به خودم قول بدم، بگم آقا یه دوره رو برو تو 7 ساعت جمع کن، میرم جمع میکنم. اگه قبلش 10 بار به خودم قولشو شکسته باشم که اونجا که به خودم میگم برو تو 7 ساعت جمع کن، تو 7 روزم جمع نمیکنم. پس خیلی مراقب باشید به خودتون چی میگید، خیلی تاثیر داره. سومیش اینه که از کامفورت زونتون بیاید بیرون، از منطقه امنتون بیاید بیرون. این خیلی مهمه بچه‌ها، این خیلی مهمه. و مراقب مایند اند بادیتون باشید. تغذیه ذهن و بدن خیلی مهمه. اینکه چه کتابی میخونی تو رشد، تو پولی که در میاری مهمه. چه فیلمی میبینی، چه کتابی میخونی، چه پادکستی گوش میدی، اصلا زمان پرته تو چیکار میکنی. یه چیزی بهتون بگم، من اینستاگراممو پاک کردم. من بجز اینستاگرام رادین که مثلا شاید شب 1 ساعت نیم ساعت بیام توش استوری بذارم و برم، من اینستاگرام ندارم. یعنی مثلا قبلا داشتم، مثلا میدیدم آقا مثلا رقیبام چیکار میکردن، نمیدونم فلانی چیکار میکنه، اون چیکار داره میکنه، اون چه دوره گذاشته، نمیدونم اینفلوئنسرها کیان، مثلا فلانی چی شد، اون یکی چیکار کرد. حاجی ندارم دیگه، اصلا انقدر به نظر من چرت و پرت شده اینستاگرام فارسی، من ندارم، پاک کردم. بعضا مثلا
دوستان بعد از مثلا مدتی منو میبینن میگن فلانی مثلا اون پستی که فرستادیم چرا مثلا ریاکشنشون ندی؟ بهش میگم ببین مثلا اینستاگرامو پاک کردم. اصلا همشون اینجوری میشن که بابا تو که اینستاگرامری، تو که خودت اینفلوئنسری، خودت تو که مثلا دست تو محتواست، اصلا خودت تولید کننده محتوا، چطوری پاک کردی؟ بعد اینطوری که بابا من اصلا اکسپلور که میرم انقدر سخیفه همه چیز روانمو به هم میریزه. بعضی وقتا شما واقعا نمیتونید اینو درک کنید، ولی واقعا بعضی وقتا اینکه بشینی به دیوار زل بزنی بهتر از اینکه سوشال مدیا باشی. واقعا بهتر. اون اصلا دوپامین تو مغزت ایجاد میکنه، معتادت میکنه، بعد سطح توقعات میبره بالا، بعد اصلا روانت به هم میریزه. یا مثلا میبینی آقا مثلا فلان فلان فلان، بعد اونایی که مثلا از تو کوچیک‌تر بودن من پاک کردم اینستاگرامم. و این که به ذهنتون چی میدید خیلی مهمه بچه‌ها. مثلا بعضی وقتا من شده مثلا پادکست هم گوش نکردم، اینجوری هم که آقا مثلا من اگه این قصه رو گوش کنم ممکنه ذهنمو به هم بریزه، من قصه رو گوش نمی‌کنم. خیلی الگوریتم ذهنتون رو سعی کنید تمیز نگه دارید، تمیز، نه مثلا یکسان، تمیز. و خب مسئله آخری که در واقع در موردش میخوام صحبت کنم و این پادکست رو اینجا ببندم، یعنی این قسمت اول اینجا ببندم، ببخشید طولانی هم شد. امیدوارم که در طول 24 ساعت یه نیم ساعت برای خودتون در طول کلش وقت داشته باشید این پادکست رو گوش کنید. اینه که شما در واقع اینر رزिस्टنس دارید. این رو خیلی در موردش صحبت میکنن روانشناسا، مفهومی تحت عنوان اینر رزिस्टنس، یعنی شما مقاومت درونی دارید در برابر موفقیت. خیلی از ماها واقعا اینطوریم. من این رو همیشه گفتم خیلی از وقتا ما خودمون به خودمون وقت نمیدیم که بریم پول در بیاریم، خودمون نمیذاریم خودمون موفق بشیم. من اینو واقعا تو خیلی از بچه‌ها دیدم، تو خیلی از دانشجوها دیدم، تو خیلی از اطرافیانم دیدم که ببین طرف خودش نمیذاره خودش موفق بشه. اصلا خیلی از زمانها برای موفقیتی که شما تو زندگیتون نیاز دارید، هیچ نیازی شما به محیط ندارید، هیچ نیازی به پول ندارید، هیچ نیازی به وقت ندارید، هیچ نیازی به زمان ندارید. طرف خودش مانع خودشه برای کسب و کار، طرف خودش مانع خودشه برای رشد. میدونه اگه بره اونجا اون حرفو بزنه ارتقای رشد میگیره، میدونه اگه بره اونجا اون کارو بکنه رشد میکنه، میدونه اگه صبح زودتر باشه، میدونه ارتباطشو باید با اون آدم قطع کنه، نمیکنه. امروز صبح یکی از بچه‌ها اومده بود، یکی از بچه‌ها اومده بود تو دفتر من، داشتم چه حرف می‌زدم، گفت آقای ایراد من توی رابطه گیر کردم فلان 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 فلان. بعد من اینجوری بودم که اول برام سوال بود خب چه اینو داری به من میگی، دوم که چون در جریانش بودم قبلا، مثلا یه چیزی شنیده بودم، اینجوری بودم که میدونستم خود این طرفو ول نمیکنه، یعنی مثلا طرفم ایگنورش میکنه، اینم ولش نمیکنه. بهشم یک دو بار گفته بودم که آی فلان رضا جان مثلا میخوای دیگه بلاک کن، برو دیگه، برو بزن دیگه، برسو به کارت، برسو به خودت وقت بزن. اینطوری بود که آره فلانی زندگیمو به هم ریخت فلان فلان. بعد بهش گفتم ببین خودت داری میکنی، مقصر خودتی، من نمیتونم بهت بگم مقصر فلانی، مقصر خودتی. اصلا 1000 توی صفرونه. آقا بپذیریم تو خیلی چیزا ما خودمون داریم کم میذاریم. من میدونم اون دوره رو ببینم خوبه برام، من میدونم اون کار رو اگه بکنم خوبه برام، من میدونم اگه اونو بخرم برام 1 میلیارد سود داره، من میدونم اگه اون کارو بکنم برام تو زمان صرفه‌جویی میشه، رابطه‌مو باید با اون آدم قطع کنم، من نمیکنم. اینو بچه‌ها بپذیرید. ما ممکنه یه جایی به صورت ناخودآگاه از موفقیت بترسیم و به شکل‌های مختلف جلوی پیشرفتمون رو بگیریم، ارتباطمون رو با اون آدم حفظ کنیم، اون کاری که نباید بکنیم و همچنان بکنیم. یه بازنگری تو باورهاتون باید انجام بدید. واقعا ریشش کجاست؟ از چی میترسید؟ از کجای موفقیت میترسید؟ از چی میترسید؟ چون مسئولیتش زیاده، چون فکر میکنید که مثلا اگه اونجا برسید کار سختی رخ میده. و اینم همیشه به خودتون یادآوری کنید که شما کلی دستاورد کوچیک دارید، شما کلی کار کردید تا اینجا، شما کلی داشته دارید، کلی دانسته دارید که میتونید از این استفاده کنید و این باور درونیتون رو هی رشد بدید، هی بزرگتر کنید. و در تمام اینها، در اتمام تمام اینها باید بگم یه نیروی فوق‌العاده‌ای در درون همه ماست که اگه باورش کنیم و نگاهمون رو به اون معطوف کنیم، فرصت‌های اطرافمون رو ببینیم، انفجار پتانسیل شکل میگیره. انفجار پتانسیل در درون ما شکل میگیره. نتیجهش تو حساب بانکیته، ماشین زیر پات، خونه‌ای که داری، پارتنر زندگیته، مدل برخورد خانوادت، مدل برخورد جامعه است، همه چی عوض میشه. خب توی این مسیر به خودتون پاداش بدید، هر موفقیت کوچیکی رو جشن بگیرید و اینو یادتون باشه هر جا که زمین خوردید پاشید، بتکونید لباساتون و به روحیه قوی تر ادامه بدید. و من این رو برای اولین بار اینجا رسما اعلام میکنم، من موفقیت‌های مالی اصلی زندگیم از بعد از این اتفاق افتاد که پیج رادین از بین رفت. و اینجا روتینه
این جلسه اول از جلسات 10 گانه پادکستمونه. قرار 10 جلسه پادکست با هم دیگه داشته باشیم، در مورد مسائل مختلف همینجوری هم صحبت کنیم، چون ماه رمضان احتمالاً وقت می‌کنید روزی نیم ساعت برای خودتون لطفاً وقت بذارید و این پادکست رو گوش کنید تا بعدش ببینیم چی میشه و بریم سراغ تعداد قهرمان 2 که اونجا قراره تو هر جلسه یه ساعت داشتیم در مورد مواد ساحل خیلی مهم دیگه با هم دیگه صحبت کنیم و کلی کار بزرگ انجام بدیم. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی شبتون بخیر و خدا نگهدار.